حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني. یکی از عزیزانمون در همین پیام ها عرض کردن که ایشون گناه زیاد کردن و الان که موحد شدن و توبه کردن آیا الله سبحانه و تعالی گناهشون رو میبخشه؟ آیات خیلی بزرگی است در قرآن کریم که واقعا یعنی آدم در حیرت است از این همه لطف و مهربانی که الله سبحانه و تعالی به بندگان خودش داره. این آیات رو من یکی یکی خدمت شما عزیزان تلاوتش رو میذارم و مختصر ترجمهش رو هم با هم مرور میکنیم و دوستان عزیزی که الله سبحانه و تعالی به اونها هدایت نصیب کرده در هر سن و سالی که هستن و هر چقدر که گناه کردن و امروز هدایت شدن و الله سبحانه و تعالی اونها رو به راه راست هدایت کرده، با دقت به این آیات گوش بدن و ترجمه های اینو توجه بکنن که واقعا نوید و بشارتی است برای کسانی که به سوی الله سبحانه و تعالی برمیگردن و توبه میکنن. الله معبود دیگر را نمیخوانند و نفسی را که الله کشتنش را حرام کرده جز به حق نمیکشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات گناه خود را خواهد دید. عذاب او در روز قیامت مضاعف می گردد و با خواری و ذلت در آن جاودانه خواهد ماند. آیات بعدی خیلی مهم است، گوش بدیم به این آیات مبارک.